با عرض السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به بینندگان محترم آزمون تیوی خوش آمدید میگوییم. ما در این مرحله به شارتگیری چرخ ژوکی 50 کاره میندازیم که اولین شرطیشه که گرفتیم اینجا فیوزش تعمیر شده. این چرخ با برق 110 کار میکنه که با اتصال به 220 این فیوز خراب میشه. یک فیوز دیگه اینجا هم داره، این یکی متاسفانه خوب است ولی این خراب است. اینه که تعمیر کردیم، میایم برای شارتگیریش مثلا ماشینه که روشن کنیم به این شکل ماشین ما روشن میشه. میخوایم مثلا ماشین رو اندازی کنیم. اینجا ماشین ما یک صدایی از خودش در میاره، امکان حرکت به ماشین نمیده، دائما این صدا رو میده خلاص. اینجا هم شارتیش مشخص میشه که ماشین ما شارتی داره، یعنی حرکت نمیکنه. یا این برای ایبیابیش که از کجای ماشین باشه. دوباره ماشین رو روشن خاموش میکنیم و عیبش میبینیم که ماسوره پیچش یا تار پیچش ببینیم که کار میکنه یا نه. به این حالت که بیایم تار پیچش کار میکنه، یعنی بدون مشکله. ولی که میایم ماشین رو اندازی کنیم دوباره صداشو بشنویم کار نمیکنه. باید خیلی دقت کنید که با دقت و مهارت که عیب از کجا باشه. باید هر دکمه‌ای که به این شکل باشه، مثلا اینم برای خودش یه دکمه است، از این دکمه ها چند منطقه برای خودش داره. حتی این مترکام که برای خودش کارایی انجام میده و هر مترکی هم برای خودش یه دکمه‌ای به کار داره پیش خودش. این دکمه زیرش داره و این یکی هم اینجا داره. باید کلش چیک بشه که عیب از این است یا از اینجا هست یا از اینجا. ما میایم برای چیک دقیق این مرحله به مرحله چیکش میکنیم. این یکی مشکل نداره، این یکیش هم که دیدیم ما مشکلی نداره، این یکی مشکل داره زیریش. ما دوباره ماشین رو روشن خاموش میکنیم. میبینید که الان به جای خودش ایستاده، مشکلی رو نشون نمیده. میایم برای حرکت دوختش میبینیم که عیبش برطرف شده یا نه. میبینیم که هنوز صدا داره. به حمدالله عیبش مشخص شده. با ماشین روشن میکنیم. ماشین روشن شده، روی راست دوزیش هست و این عیبش که به این طرف رفته بود کمی به طرف جلو کشیدیم، عیبش برطرف شده و کارایش میبینیم که بدون صدا برای ما کار میکنه. میبینیم ماشین ما بدون مشکل در حال کار کردن است و اینجاش هم که میبینیم
او یک است و چک میکنیم که دوباره با مدل های دیگه هم کار میکنه یا نه. این مدل زیگزالش هست، میبینیم که برای کارایش آماده و در حال کار است و مشکلی هم براش نیامده تا حالا. خب ما حالا میریم برای بسته بندیش. تماما ماشینه که میبینین باز شده و تمام جاش چیک شده. امیدواریم که انشالله از این ویدیو کمال استفاده رو برده باشید و به نقطه های فنی ماشین پی برده باشید. ما چند نقطه رو براتون نشون میدیم. اون صداهایی که یک صدای سوت میده برای خودش چندین نقطه داره، ما دوباره براتون گوشزد میکنیم. یک اینجا یکی داره و اینجا هم یکی داره. هر جایی که سیم قرمز و قهوه‌ای باشه برای خودش داره. میبینیم که اینجا هم داره و اینجا هم داره. این که برای برقش هست، باید تمام اونجاش چیک بشه. وقتی یک گوشزد دیگه هم داریم برق 220 رو برش استفاده کنین بدون ترانس، این فیوز خراب میشه. هر جا باشید سرفراز و سربلند باشید. انشالله بعد از بسته بندیش هم چند نقطه دوزندگیشو برای مرحله بعدی میذاریم. تشکر، زنده باشین.